آیا آبی را که می نوشید نمی بینید؟ آیا شما آن را از ابر نازل کردید یا ما نازل کردیم؟ اگر می خواستیم می توانستیم آن را تلخ گردانیم، پس چرا شکرگزار نیستید؟ آیا آتشی را که می افروزید نمی بینید؟ آیا درختش را شما پدید آورده اید یا ما پدید آورده ایم؟ ما آن را هم مایه یادآوری و هم متاعی برای مسافران قرار داده ایم. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. سوگند به موقعیت ستارگان که اگر بفهمید این سوگندی بزرگ است. حقیقتاً این قرآنی کریم است که در کتابی محفوظ جای دارد، جز پاکان به آن تماس نگیرند. نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. آیا این کلام را کوچک میپندارید و به جای شکر روزی‌هایی که به شما داده شده آن را تکذیب میکنید؟ پس چرا زمانی که جان به گلو میرسد در آن حال شما فقط نظاره میکنید؟ ما از شما به او نزدیکتریم ولی چشم بصیرت ندارید. اگر جزای قیامت را انکار میکنید، اگر راست میگویید بازش گردانید.